جانت را پرتافته در خراسان برای جستنی دین حق برآمدی. پدری تو بسیار انسانی ثروتمند بود، اما آن را گذاشته رفتی و دین نصرانی را قبول کردی. ولی که نه، تو را عذاب و مشقت انتظار است سلمان. شهر به شهر، از راهب به راهب تو به این مکان رسیدی. در خانه راهب زندگی کردی. چند لحظه نگذشت او نیز فوتید. او به تو راهی را نشان داد. سپس تو راهب نیک دیگری را پیدا کردی. آن نیز فوتید. باز راهب دیگری را پیدا کردی و در خانه‌اش زندگی میکنی. ای سلمان، بابای زودتر رفتیم که راهی فوتیده ایستاده. چی گفتی؟ سپس عمار در حقیقت هر رویایی که او می‌بیند همش حق و صحیحند و تا صبح بیشک عملی می‌گردند. مبارکت باد زید. تو غلام بودی در بازار اوکاس و تو را انسان نکوکار خریداری نمود. محمد ابن عبدالله از غلامی آزادت کرد و مرا پسر خواندش خواند. همه مردم مکه مرا چنین صدا میکنند: زید پسر محمد. تو صادق هستی عمار. قسم به خدای کعبه اگر پسرش میبودم فکر نمیکنم به من آنقدر مهربانی میکرد که حالا میکنم. به خدا که اگر او با تو مهربان نمیبود هرگز چنین رفتار نمیکرد. او از پدرم دیده برایم مهربانی بیشتری میکند. قسم به خدا، قسم به خدا عمار، او از همه مردم دیده صادقتر است. خدا از تو راضی باشد زید. خدا راضی باشد. ما از خاندان یاسریم. چی بگویم؟ ما غلام نیستیم، لیکن از یمن به اینجا آمدیم و مثل غلام کار میکنیم در خانواده قوم محزون. خوش به حالت زید. صبور باش برادرم، باید صبور باشیم. شاید خدا به زودی مشکلت را آسان کند عمار. به کجا زید؟ صبر کن برادر. غریبان از دیدار هم سیر نمی شوند. پدرم محمد در کوههای مکه است. نزدش می روم، شاید برای کار احتیاج دارد. انسان خوشبخت هستی عمار. غمگین شدی در این دنیا، نزد محمد برو. از حاجتمندان رو نمی گرداند. او بسیار خوشنود می گردد چون دل کسی را شاد گرداند. تا بازدید. اکنون سلمان این راهب نکوکار نیز وفات کرد و تو تنها موندی. چیزی نداری دیگر جز از پی وصیت این راهب گشتن. زمان ظهور پیامبر در سرزمین عرب فرا می رسد. چگونه اونجا را پیدا کنم؟ اولین نشانه هایی را که حضرت محمد درود خدا بر او و به آلش مشاهده کرد برای پیامبریش این بود که خدای سبحان و تعالی به او کرامت داده بود که هر شب می دید خوابهای صادق و هر خوابی را که می دید تا صبح به وقوع می پیوست. آن زمان او 40 سال داشت. خداوند او را محبوب یگانه آفرید و نبود در دنیا برایش کسی جز او محبوب تری. و پیامبر درود خدا بر او و به آلش گفت خوابهای صادق این یکی از نشانه های پیامبران خدا به شمار می رود. راه به سوی او آنجاست که در بین دو سرزمین تفسان درختها سبزیده‌اند. نشانه های خاصی را داراست.
با او هرچی تحفه بدهی میخورد، اما از صدقه ها نمیخورد. در بین نشانه های پشتش مهر پیامبر جاگیر است. کاش تو میتوانستی به آن شهر بروی. برو آنجا، گرچه در دیگر کنار زمین باشد. پروردگار کی باشد که روحی من بالیده گردد. خدایا رحم کن به حال بنده‌ات سلمان. خدایا من از یک سرزمین به دیگر سرزمین راه را طی کردم. چون با آن شهر رسیدم فکر میکنم تا ابد آنجا میمانم و آنجا میفوتم. آن زمان پیامبر درود خدا بر او و به آلش 40 سال داشت. چون در کوههای مکه راه میرفت به جانب غار، همه درختان و سبزه ها سبز گردیده به او گفتند السلام علیک یا رسول الله. پیامبر اسلام درود خدا بر او و به آلش حیرت زده به جانب پس و پیش نگریست و جز درختان و سنگریزه ها چیز دیگری را ندید. سپس ملائک جبرائیل با رسانیدن خبر نفوذ او در نزد خدا به غار حرا آمد در ماه رمضان. پیامبر اسلام درود خدا بر او و با آلش نقل می کند آن زمان من در غار حرا بودم و ملائک جبرائیل علیه السلام با کتاب نزدم آمد و من گفت بخوان. به او گفتم نمیتوانم خواندن. مرا چنان سخت آغوش کرد که قریب بود جان از تنم می برآمد. سپس رهایم کرد و گفت بخوان. باز گفتم نمیتوانم. دوباره سخت آغوشم کرد که فکر کردم فوتیدم. سپس رهایم کرد و گفت بخوان. گفتم چرا بخوانم؟ او گفت اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد آدمی را از لخته خونه. بخوان و پروردگاری تو ارجمندترین است. خدایی است که آموزش داد به واسطه قلم به آدمی آنچه را که نمیدانست بیاموخت. سپس من نیز آن را خواندم و چون خاتمه یافت مرا گذاشت و رفت. چون من از خواب برخیستم همه آن کتاب در قلبم کتابت شده بود. چون از غار حرا خارج شدم و در بین کوه رسیدم صدایی را شنیدم از آسمان که می گفت ای محمد تو پیامبر خدایی و من جبرائیل. چون این صدا را شنیدم در حال به جانب آسمان نگریستم و جبرائیل را در صورت انسان بزرگ دیدم. در بین آسمان ایستاده بود و به من می گفت ای محمد تو پیامبر خدایی و من جبرائیل. من در جایم ایستاده با تعجب به جانب او می نگریستم و به هر طرف آسمان که نگاه می کردم در چنین صورت او را در می یافتم. در بین کوههای مکه در آنجا که توقف کردم و به جبرائیل نگریستم تا آن زمانی که خدیجه به نزدم آدم فرستاد باقی ماندم. با کجا می روی زید؟ خانم خدیجه مرا فرستاد تا به سراغ پدر قاسم می روم. به حق خدا با جای من از پیشانش بوسه بکن و با او بگو مادرت برکه مشتاق تو گشته از نوری چشمانم. او همیشه تو رو یاد میکند و میگوید مادری ایمن مادری من است بعدی مادرم. ای نوری چشمانم با زودی زیارتش میکنم. پیامبر اسلام درود خدا بر او و به آلش همه را به خدیجه خدا از او راضی باشد نقل کرد و خدیجه گفت خوش به حالت پسری عمو در این راه باش. سوگند به آنی که جان من در دست اوست امیدوارم که تو پیامبر خدا خواهی شد. سپس همه این را به پسری عمکش ورقه ابن نفیل نقل کرد. نور است، اون نور است، نوری پاک. سوگند به آنی که جانی ورقه در دست اوست اگر گفته های تو حق باشند خدیجه نزد او ملائکه آمده است که پیش از او نزد پیامبر موسی آمده بود و بر حق او پیامبر این مردم است. بگو در این راه مستحکم باشد.
وعده خدا رسیده کنم ورقه. وعده خدا حق است. پیامبر درود خدا بر او و به آلش از غار حرا برگشته گرد کعبه را 7 مراتبه طواف کرد. ورقه ابن نفیل بار با پیامبر واخورد و به او گفت: قسم به آنی که جانم در دست اوست، تو پیامبری مردمان خواهی شد محمد، ولیکن تو را دروغگوی میگویند، عذابت میدهم و با تو میجنگند. اگر من آن زمان زنده باشم، به خدا من حتما تو را کمک میکنم. قسم به خدای کعبه تعجب آور است. ای چی باشد؟ این چی روشنایی است در مکه؟ این چی نور است؟ نسیم فارم است. روح تن را آرامش می بخشد. این چی نسیم فارم است که امروز کل مکه را فرا گرفته است مصعب. ای صبحگاهان، اینقدر فارمی، خدایا این چی باشد؟ این چی نور است مکه را فرا گرفته است؟ این چی نسیم فارم است؟ این چی بوی است؟ بوی مشک و عنبر. خدایا این چی گپ باشد؟ ای عمار، این چی روزی است؟ روزی خوشبختی. این چه نوری است کعبه را روشنایی می کند؟ این چه بوی خوش است در مکه؟ اله و نور، نوری نبوت مکه را روشن کرده است، همچنین کل دنیا را. ای محترم، اینجا تنهایید در نصف شب؟ این نوری اوست عبیدالله. ای کاش زنده بمانم و او را کمک بکنم. اوه زید، تو فوتیدی و من تا زمان ظهور پیامبر زنده ماندم. ای دوستم، زمانش رسید میگویی؟ بله عبیدالله، بله. هوشیار باش، از او رو نگردان. هوشیار باش عبیدالله، هوشیار باش. هرگیز من از او رو نمیگردانم. بله ای اسما، بله این چی نور باشد؟ قریب 40 سال می شود من چنین نور را ندیده بودم در مکه که تمام اینجا را فرا گرفته است. این نور مکه را فرا گرفته، قلب مرا آرام کرده است. من میدانم که او پیامبری برحق است که مردم انتظارش بودند. حقا که زمانی او فرا رسید ای عبیدالله. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم پیامبری خداست. اوه رهنمایم، چقدر برایت شادم. ای کاش بدانی چقدر شاد شدم. ویرانه بودم، کنون من آباد شدم. خدیجه وصف تو کرد، بعدی وصفش چو مرغی از قفس آزاد گشتم. محمد رهنما گردد بر ما، شود غالب به هر انسانی بدخواه. برای مردمان رحمت بود او، که نور است از خدا در روی دنیا. کسانی زید او رفتار بکنند، نه او را بلکه خود را خار بکنند. دریغا جایتان آخر من نیستم. ایمان آورده بود را می شکستم. قریشی ها همه گردند رو گردان، ولی من رو نگردانم زی دوستم. برایش جان خود می بخشیدم من، زی کافر حفظ می کردم او را من.
کسانی را که در مقابل او می جنگند بدانم که ناخوشی های زیاد در پیش است. ای قبیله های اوس و خزرج، حق خاک این نور پیامبر است که ما منتظرش بودیم. با یاری نور ما غالب میگردیم، چنانه که غالب گردید فرزندان خیبر بر غطفان. این شب را نسیم فارم فرا گرفته است. چی نور است مکه را روشن کرده است. کی هست؟ منم ورقه پسرم. امکم ورقه درای دمک. تو این نور را ندیده ای سید پسری دوستم زید؟ آه خدای کعبه، این چی روشنایی باشد؟ این نور است که پدرت زید ابن عمرو ابن نوفل منتظر بود. در انتظاری این او فوتید پسرم. نوری پیامبر است، نوری پیامبر. مگر در دنیا از این دیده چیزی بهتری است؟ اگر او را دیدی رو نگردان و ایمان آور. اون نور است، اون نور است، نوری پاک. کاش زید زنده می بود و او را می دید. این نوری اوست پسرم. به خانه درای دمک، درایید. هوشیار باش و روی نگردان از او سید. گفته هایم حق است. این نوری پیامبر است که کل دنیا را فرا گرفته است. رو نمیگردانم به خدا. از او رو نمیگرداند سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل. او اهل فقیر، وای بر شما، چرا دارایتان را خرج میکنید و غلامانتان را آزاد؟ وای بر شما، انتظار شوید تا پگاه، شاید خبری بشنوید. وای بر تو پسر مخزوم، چه شد به دنیا؟ این چی است؟ این چی نور است بلال؟ تا این زمان چنین نور را ندیده بودم. شاید این رحمت باشد برای نجات غلامان. چون زمان پیامبری رسول الله درود خدا بر او و به آلش رسید، برای شیطانها شنیدنی سخن ملائک از آسمان ممنوع شد. قبل از ظهور پیامبر شیاطین و جنها هرچی که ملائک در هفتم آسمان میگفت آن را میشنویدند. خداوند تعالی به پیامبر درود خدا بر او و به آلش در قرآن آید خبر جنها قصه میکند. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. به نام خدای بخشاینده مهربان بگو به من وحی شده است که گروهی از جنها گوش فرا دادند و گفتند که ما هر آینه قرآن عجیب شنیدیم، برای راست هدایت می کند. پس ما به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان نمی سازیم. خدایا چه خبر است؟ 4 مراتب می شود که جنها نزدم می آیند و می گویند که در مکه پیامبر ظهور کرد. چرا منتظری شود؟ برخیز زودتر نزد او برو و به او ایمان آور. با فکرم زمانی سخنگویی آنها به آخر رسید شود. اگر این راست باشد پس جن و شیطان ها دیگر گفتگوی ملائک را نمی شنوند از هفتم آسمان. آن امانتی را که به تو داد آن را به او برگردان پسرم. من چنین میکنم.
аз барои худо ба ман посух биде роҳиб. бигӯ писарам. ба ҳаққи худо дар бораи дини паёмбар иброҳим ба ман нақл бикун. ту маро аз чизе суол кардӣ ки дигар мардум ба ин эътибор намедиҳанд. акнун замони паёмбаре расидааст ки аз Макка зуҳур мекунад, зодаи ҳарам аст. ӯ ба ту роҳи ҳақро менамояд. бале бародар. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اهل خاندانم، کلمه شهادت را بگویید. شهادت میدهم که نیست خدای جز الله. اشهد ان لا اله الا الله. و شهادت میدهم که محمد پیامبر خداست. و اشهد ان محمد رسول الله. майлаш мусъаб, майлаш, лекин қавл биде ки ба касе аз аҳли Макка инро намегӯӣ. паёмбар инро иҷоза надодааст. майлаш нақл мекунӣ ё на? нахуст касоне ки ба паёмбар дуруди худо бар ӯ ва ба олаш имон оварданд. аз занҳо ҳамсараш Хадиҷа духтари Ҳувайлид аст, худо аз ӯ розӣ бошад. ва аз мардҳо Абубакри Сиддиқ ва аз хурдсолон бошад Алӣ писари Абу Толиб, худо аз онҳо розӣ бошад. ва ман нахуст аз ғуломон шоҳидӣ медиҳам ки нест худое ҷуз Аллоҳ ва Муҳаммад паёмбари худост. боз нақл кун Зайд, ҳар чӣ ки шуд. майлаш Мусъаб. ай Муҳаммад, ҳаққо ки ту паёмбари ин мардум ҳастӣ. во ҳасрато ки паёмбар зуҳур мекунаду Варақа аз ин дунё меравӣ. эй кош ҷавон мебудаму пайрави ту мешудам. қасам ба худо, агар зинда монам, ҳатман туро кӯмак карда қурайшиҳоро барои ҳақ даъват мекунам. туро ҳифз мекунам. яҳудиҳову мушрикону инсонҳои саркаш мехоҳанд ту аз роҳат баргардӣ ва ширк оварӣ. сипас ба ӯ гуфт Хадиҷа: худоё ҳифз кун Муҳаммадро. худо ҳаргиз ба ин кор роҳ намедиҳад, чунки ту хиёнат накардаӣ ба амонати касе. бисёр меҳрубонӣ ва танҳо ҳақро мегӯӣ. сипас ҳарду назди Варақа писари Нуфайл рафтанд. ҳамон инсоне ки парастиш намекунад бутҳои Маккаро? ӯ инсони оқил ва доност? баъд чӣ гуфт Варақа? ба ӯ гуфт: вақте танҳо будам, садоеро шунидам ки ба ман гуфт: ай Муҳаммад, ай Муҳаммад. сипас хубҳое дида ва кори малоикро нақл кард ки ба ӯ гуфта буд. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. این چی سخنانی زیبا و بی‌مثلند؟ چون Варақа ин суханҳоро шунид, рӯҳу ҷисмашро шодие фаро гирифт ва гуфт: шодӣ кун, шодӣ. гувоҳӣ медиҳам назди ту малоике омад ки назди паёмбар Исо омада буд ва инчунин назди паёмбар Мусо. ва ман гувоҳӣ медиҳам ки ту паёмбаре ҳастӣ, мисли онҳо ба мардум фиристода шуда. ту мардумро ба ҳақ даъват мекунӣ. агар зинда монам то он замон ҳатман тарафдорат мешавам. این حادثه کی رخ داد زید؟ вақте ки Муҳаммад дар бораи садое мешунид нақл кард, сипас ба ӯ гуфт: Варақа, гӯш кун, ӯ чӣ мегӯяд ва бигӯ. садое шунид ки ба ӯ гуфт:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کجا می روی؟ با مکه. چیزی گفتم پنهان دار مصعب. من تو را به خاطر خدا دوست می دارم و خواستم این را بدانی. شاید خدا هدایتت کند. محمد پیامبر این مردم است. او را فرستاد خدا با دین حق. چه گریه میکنی مثل زنها ای عبیدالله؟ برای ورقه پسر نفیل میگیریم. انسان مرد که از همه دینها باخبر بود. لیکن او خدایان ما را هرگز پرستش نمیکرد و آنها را باطل میشمرد. او دیر فوتید. از مرگ او شادی ابوالحکم؟ نه، او عمرش را گذراند و اگر قوم اسد پشتیبانش نبود او را به حالش نمیگذاشت اهل مکه. او میخواست از بینتان برود، اکنون ببین رفت. پیش از او نیز فوت زید پسر نفیل و عثمان پسر حویرث. آنها را کشتند. کسی از دینش رو گرداند مردم مکه از او بیزارند. اکنون ورقه بزرگت مرده رفت. ورقه شخصی بود که همه دین را می دانست. بعضی ها می گفتن او یکتا پرست بود، بعضی دیگر می گفتن نصرانی بود. همه کتاب ها را خوانده بود و گوش می داد به سخنان اهل تورات و انجیل. او بی صبرانه برای ظهور پیامبر منتظری می کشید. چون درباره او برایش نقل کرد خدیجه، خدا از او راضی باشد، درک کرد که اوست پیامبر، درود خدا بر او و به آلش که منتظرش بود، و گفت او پیامبر این مردم خواهد شد. بعد همه این او سخنان مشهوری به زبان آورد. سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، تو پیامبر این مردم خواهی شد و نزدت ملائکه آمد که پیش از تو نزد پیامبر موسی آمده بود. اینچنین نقل میکنند که پیامبر اسلام درود خدا بر او و به آلش ورقه را بشارت به جنت داد. و در زمان اسلام عمر ابن خطاب و سعید ابن زید ابن نفیل از پیامبر درود خدا بر او و به آلش پرسیدند ممکن است تا ما آمرزش طلبیم برای زید ابن عمرو ابن نفیل؟ جواب داد البته، حقا که روز قیامت او همراه امت من برخواهد خیست. محمد پسری برادرم و پسرم علی میخیزند و سجده میکنند. چی کار میکرده باشند آنها؟
باز آنها سجده کردند. کاری عجیبی است نزد چشم قریشی ها. آی پسری برادرم چی کار میکنی؟ ای پسری برادرم، از کدام دین پیروی میکنی؟ کمی پیش من دیدم تو را و علی پسرم را که از جایتان برخیسته باز نشستید و سجده کردید. پیامبر اسلام درود خدا بر او و با آلش گفت: ای عمک، این دین خدا دین ملائکه ها و دین پیامبران است. دین ابراهیم است. خدا مرا با این دین نزد بندگانش فرستاد و شما عمک باید نخست کسی باشید که مرا بپذیرید و برای این حق بیشتری دارید. باید که شما مرا تصدیق کنید عمک و محافظتم نمایید. فرقیتی نمی بینم بین کار تو و دین پدر و باباهایم. سوگند به خدا تا زمانی که من حیات هستم نمی گذارم تا کسی به تو ظلم کند. و خدیجه خدا از او راضی باشد بهترین کمک رسان بود برای پیامبر درود خدا بر او و با آلش. برای دعوت اهل خاندان و خویش و تبار و دخترانش به پیامبر بسیار کمک می رسانید. خدیجه یاری می رساند به همه کارهای پیامبر درود خدا بر او و با آلش و پیامبر نیز او را همسری سعادتمند می دانست. خداوند نزد پیامبر اسلام درود خدا بر او و با آلش به واسطه ملائک جبرائیل سوره ضحی را فرستاد. به نام خدای بخشاینده مهربان. سوگند به وقت چاشت و سوگند به شب چون بپوشد با تاریکی خود اطراف را که پروردگارت تو را ترک نکرده و دشمن هم نگرفته است. البته آخرت برای تو بهتر از دنیاست و هر آینه به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خوشنود شوی. آیا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟ آیا تو را گم گشته نیافت و هدایتت کرد؟ آیا تو را درویش نیافت و توانگرت گردانید؟ پس یتیم را میازار و گدا را مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو نما. کجا میروی ابوذر؟ به مکه. چه گپ است در مکه؟ موسم حج نرسیده است یا حج عمره میروی؟ در مکه کاری مهمی می شود. می ترسم که دیر نمانم. کار مهم؟ چه خبری مهم را شنیدی ابوذر؟ به نزدیکی همه عرب ها این را خواهند دانست. میلش برو. چو جان؟ برای چی ما رو دعوت کردی ابوبکر؟ چی شد که دور از قریشی ها خواستی ما رو ببینی؟ بله، خواستم که در تنهایی صحبت بکنیم، چون که پیامبر درود خدا بر او و آلش اجازت دعوت آشکارا را نداده است. پس بگو ابوبکر، حقو که تو بهتر میشناسی قریشی ها رو. میدانی کی بد است و کی نیک و کی با اعتماد. من هم شما را به این خاطر به اینجا دعوت نمودم. آیا شما از من هیچگاه سخنی دروغ و بهتان را شنیده اید؟ نه به خدا. برعکس این قریشی ها میگویند که شما انسانی راست قولید. قوم تیم با شما میفخرد. شما چه اندیشه دارید درباره محمد پسر عبدالله پسر عبدالمطلب پدر قاسم؟ محمد امین؟ ما از او جز خیر چیزی ندیدیم. او همیشه سخن حق را میگوید و هیچگاه از زبان او سخن فحش را نشنیده ایم. در بین قریشی ها صادق ترین انسان است. به خدا هر چی که گفتید برای محمد حق است. اهل خاندانش نیست خیرخواهند. مردم او را تنها با نیکی‌هایش میشناسند. محمد شما را به چیزی دعوت میکند که دنیا و آخرتتان را آباد میسازد. با چی دعوتمان میکند؟ او شما را به آن دعوت میکند که شهادت بدهید که خدا یکتاست و شریکی ندارد. محمد باشد پیامبری اوست. همچنین شما بت‌های لات و عزا را پرستش نکنید و روگردان باشید از آنها. محمد تنها ما را به کار خیر دعوت میکند. پس چرا انتظارید؟
چرا انتظاری میکشید؟ چیکار کنیم ابوبکر؟ بگوید شهادت میدهم که نیست خدای جز الله و شهادت میدهم که محمد پیامبری خداست. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. شهادت میدهم که نیست خدای جز الله و شهادت میدهم که محمد پیامبر خداست. خوش به حالتان. خدا ایمانتان را مستحکم گرداند. تو چی کار میکنی زید؟ زید؟ چرا پاسخ نمیدهی؟ السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. درود بر تو بلال. بگو تو اینجا چی کار میکردی؟ با کسی نمیگویی آخر؟ با کسی نگویم؟ چی کار کردی که با کسی نگویم؟ فهمان مرا که تو چی کار میکردی در آنجا؟ قسم بخور که با کسی نمیگویی؟ قسم بلات و اوزا. بالات و اوزا قسم مخور. من از بتها بیزارم بلال. بیزارم میگویی؟ از هبل از منات هم بیزاری؟ بله از همه اش بیزارم. من یگان بت رو نمیپرستم. یگان خدای نو یافتی؟ نقل کن زید. ای بلال، حقا که خدا یک دوست و هیچ شریکی ندارد. اوست که ما رو آفرید، باز به سویش برمیگردیم. باز نقل کن زید. همه آدمان برادرند بلال. فرقی نیست بین عرب و عجم، بین دارا و فقیر، بین غلام و آزاد، جز تقوایشان. این را از تو شنیدم. نه، این سخنان محمد پسر عبدالله است. او پیامبر خداست که برای راهنمایی مردم فرستاده شده است. قبول کن بلال، با او ایمان آور. اگر ایمان آورم چی می شود؟ جنتی می شوی بلال. از عذاب و مشقت غلامی آزاد می شوی. چی کار کنم باید؟ چیزی من می گویم بگو. شهادت می دهم که نیست خدای جز الله. اشهد ان لا اله الا الله. و شهادت می دهم که محمد پیامبر خداست. و اشهد ان محمدا رسول الله. خدا ایمانت را مستحکم گرداند برادر. برادر؟ بله بلال، برادر. مؤمنان با هم برادرند. زید، ای پسر حارس، تو کی هستی؟ منم مصعب پسر عمیر. مصعب پسر عمیر؟ این جوان چی میخواسته باشد؟ تو چی میخوای مصعب؟ من میخواهم با محمد پسر عبدالله واخورم. صبر کن، من خودم نزدت میآیم. دینی را که محمد آورده است با کلی فرق میکند از دین قریشی ها، مگر آنها با هم میپیوندند. با خدا قریشی ها همه میدانند که محمد انسان صدیق و نکوکار است. هیچگاه دروغ نمیگوید و کسی در او کار بدی را ندیده است. درود بر تو پسر عمیر. چی میخواهی؟ میخواهم با پدر قاسم گفتگو کنم. میتوانی با من بگویی؟ آخر او مرا پسر خانش خواند و همه مردم مرا زید پسر محمد میگویند. فکر میکنم تنها پدر قاسم به امداد میرسد. میخواهم درباره دین نو با او صحبت کنم. رفتیم مصعب، رفتیم. مادر درباره محمد پسر عبدالله برادرتون به من نقل کنید. چی را میخواهی بدانی درباره محمد پسرم؟ هر چی که درباره اش میدونید مادر نقل کنید. میبینم بی صبرانه میخواهی که بدانی زبیر. بله مادر جان. بنشین پسرم. ای پسرم، به خدا او هیچگاه دروغ را اعتراف نمی کند. حتی در جنین مادرش او دارای کرامت بود و همه این را می دانست. به خدا سوگند پسرم،
هنگامی که او به دنیا آمد در او نوری می درخشید که قصر بسرا و فارس را روشن کرده بود. سوگند به خدا پسرم، او در قوم سعد به وی رسید و حلیمه به ما نقل کرد که در هیچ کجا چنین قحطی وجود نداشت در آن سال. چارپایانشان دیگر شیر نمی دادند و سبزه ها خشکیده بودند. سپس او را به دایگی گرفتند. همه جا سبز شد و گویا که هیچ وقت چنین قحطی نآمده بود. همچنین سوگند به خدا پسرم، از زبانش هیچگاه سخنی بد نمی برآمد. او انسانی با اعتماد بود، از خردسالی مثل بزرگان بود. مثل کودکان مکه بیهوده بازی نمی کرد و شب نشینی ها نمی رفت. او انسانی خیرخواه و مبارک است. هیچگاه تکبری نمی کند. سخنهایش همه به مورید است. او همیشه پشتیبان حاجتمندان است. به انسانهای ناچار رحیم است و هیچ یک از مردم مکه با او برابر نمی شود. من نزد او می روم. تو از او چی می خواهی پسرم؟ به خدا من ایمان می آورم و پیروی او می شوم. امکت نفیل اجازت نداد بیرون روی از قوم اسد. ورقه هم از قوم اسد بود و عمم خدیجه دختر خویلید از قوم اسد است. صوفیه دختر عبدالمطلب مادرم است. به خدا از کسی نمی ترسم. می روم به نزد او. خدا حفظت کند. برو. به خدا محمد، تو تنها ما را به نکوهی دنیا و آخرت دعوت میکنی. هیچ کلامی را نشنیدم چون گفته های تو با مضمون و حق باشد. شاهدی میدهم که نیست خدای جز الله و شاهدی میدهم که محمد پیامبر خداست. پیامبر به تو میگوید ای مصعب، ظلم و مشقت و عذاب در پیش است. تو جوانی بزرگزاده ای و میترسم که به این مشقت ها تو باور نباشه. اگر سرم را از تنم جدا کنند به خدا رو نمیگردانم. خدا ایمانت را مستحکم گرداند مصعب. انشاءالله. چشمی که دیده در جهان روی محمد رو و دیده که سرمگردی سوی محمد رو و دیده که سرمگردی سوی محمد رو. همه عالم شده سراب از جوی مسلمانی بینوشد اهل عالم تا جزا جوی محمد رو بینوشد اهل عالم تا جزا جوی محمد رو صلی الله علیه و سلم.